پیش از خداحافظیت چتری به دستت میدهم، آهی به راحت میکشم، شاید که برگردی. به جای هر حرفی فقط خطی ز چشم خیس خاطاب نگاهت میکشم، شاید که برگردی. باران ببارد میروی، باران نبارد میروی، این بغض بی صاحب چرا از تو ندارد پیروی. بی من شدی راهی چرا از من نمیخواهی، چرا کاری کنم پیدا کنم پایان خاموشین ماجرا. پدر بزرگوار ایشون از فضلای اون روز و علمای نجف که مهاجرت کردن به ایران بودن. مرحوم آصمدلی مدرسی و مرحوم آصد عباس مدرسی که هر دو از مراجع بودن، هر دو از شخصیت‌های بسیار فقهی بزرگ بودن در حوزه مقدسه نجف و قم. خب این دو نفر داعی مرحوم شهید خطیب بودن. لذا بیت علم و بعد هم بیت مبارزه و جهاد و ایشون برادر شهیدم هست که این نشون میده که این بیت علم و دانش و بیت مبارزه است. سال 1354 یا 55 مهاجرت کردند به قم و محل سکونتشون قم بود. به خاطر اون تشیع و تدین از همون بچگی وارد عرصه طلبگی شدن. خود شهید خطیب با اینکه خب از اول انقلاب مسئولیت‌های بزرگی رو داشت، اما به درس و بحث و اینها مقید بود. من یادم هست در همون دهه 60 که دهه‌ای بود که امام رضوان الله تعالی علیه حیات داشتن، ایشون مرتب عصرها که مرحوم والد ما رضوان الله علیه در مدرسه مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی قدس سره درس خارج و اصول میگفتن، مقید بود و مرتب شرکت میکرد. ایشون در همون دوران طلبگی به عنوان یک رزمنده حضور در جبهه پیدا کرد. با اینکه برادر شهید شده بود، ایشون راه اون شهید رو ادامه داد. نقط جبهه از ایلام تا ذوالفقاریه آبادان، نقط جبهه توی مناطق بود که اینا رو همه رو سپاه دسفول هم تدارکات و لوجستیک و نیروهای این جبهه را تأمین میکرد. بسیجی ها از شهرهای مختلف کشور می اومدن اینجا دسفول توی خانه رضوی اینجا تجهیز می شدن و تقسیم می شدن بین این جبهه ها. یکی از جبهه های اونجا جبهه انکوش بود که این جبهه توی منطقه دانیال، شوش دانیال بود. یکی از نیروهایی که تو بسیجی های بیرجند اومدن دسفول و از اینجا اعزام شدن به همین جبهه انکوش، این آقای سید اسماعیل واعظی خطیب بود. در جبهه مجروح شد. به طور طبیعی باید دیگه استراحتی و بعد بگن خب شما جنبازی دیگه کفایت میکنه، اما ایشون کار رو رها نکرد. فعالیت ایشون اوایل 61 در مسجد سلیمان شروع شد و یک کانون گرمی برای مجموعه فرهنگی اون وقت بودن و بعدم دیگه توی جنگ موند و تا اواخر جنگ بود، تا بعد که دیگه برگشتند و اومد به حوزه و مشغول درس و بعدم به وزارت منتقل شد. اگر واقعا ایشون هم میخواست
مسئولیت هایی که به برکت نظام به وجود آمده بود دنبال نکنه، قطعا در حوزه یکی از مدرسین درجه اول میشد. ولی خب اشتغالات علمی داشت، اما کنارش هم این مسئولیت هایی که خب از اولم مسئولیت اداره اطلاعات قم رو خب مدت زیادی عهدهدار شد. مردم ما به لطف خدا با احساس مسئولیت و حساسیتی که دارن این کمک و حمایت و این نقش خودشون رو به خوبی ایفا کردن و باید همواره متواضعانه نسبت به اونها تشکر کرد. انصافاً مردم هوشیار، هوشمند، در صحنه فعال و با تعهدی دارند. خیلی تابع وظیفه دینی و اسلامی خودش بود. هر جا احساس میکرد که وظیفه است که باید حضور پیدا کنه، خدمت داشته باشه و خدمت کنه، چون با تمام وجود مخلصانه حاضر میشد. اولا ایشون بسیار اهل تعبد بود، انسان متعبد، اهل عبادت و متشرع، کاملا به مسائل شرعی توجه داشتن. بالاخره در مسائل امنیتی این خصوصیت خیلی مهمه، توجه به ابعاد شرعی. با وقار، در حرف زدنش بسیار مراقب. سیره عبادی، توسل در خونه اهل بیت و اقامه عزا در حتی سنوات اخیر تو بیت خودش، چه در قم چه در تهران، شون مقید بود. توجه به مسائل آبرو و حیثیت انسانها، مراعات این مسائل، به اصطلاح مراعات حق الناس، توجه داشتن به این مسائل، انصافاً انسان از این جهت بسیار ممتازی بودن. خیلی از ماها، اقوام نزدیک حتی، خیلی از مستحبات و عبادتها و ریز اعمال تهجد رو از ایشون و عمل ایشون یاد گرفتیم. خیلی اهل توسل و توجه و این جهات به اصطلاح حفظ ظواهر دینی، شریعت خیلی در ایشون برجسته بود. شهیدان خدایی کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک بالان. چون به مسائل ویژه حوزه هم یه توجه خاصی داشتن. حالا علاوه بر مسائل سیاسی و جریان‌ها و اشخاص و اطلاع اشرافی که ایشون داشتن، به هر حال خود حوزه هم مسائل خاص خودش رو داره. جناب آقای خطیب واقعا جز معدود افرادی بود، کمتر من دیدم کسی این مقدار نسبت به قضایای حوزه، چه حوزه داخل چه حوزه بیرون، توجه داشته باشه، اشراف داشته باشد، اطلاعات داشته باشه. بسیار با درایت برخورد میکرد. یعنی من هیچ وقت ندیدم که ایشون با احساسات، با هیجان تند بخواد در یه قضیه برخورد کنه، در حالی که زمینه اینجور برخوردها وجود داشت. میتونست ایشون هم تند برخورد بکنه، هیجانی برخورد بکنه، برخورد به قول امروزی‌ها قاطع یا خشن، اما خیلی عاقلانه، مدبرانه برخورد میکرد. از درگاه الهی با زبان قاصر خاضعانه تشکر می کنم و متواضعانه در مقابل ملت ایران تعظیم می نمایم و از همگان دعا و حمایت از سربازان گمنام امام زمان را
خواستارم. جناب آقای خطیب می‌فرمایید در دنیا خیلی سازمان‌ها، وزارت‌ها، خونه‌های اطلاعاتی خیلی تو دنیا هست، اما اون چیزی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو با دیگران متفاوت میکنه اینه که ما میخوایم مقید به شرع باشیم، ما میخوایم از ضوابط دینی تجاوز نکنیم. اونو دستشون بازه، هر کاری رو میخوان میکنن و به نظر خودشون هم میگویند که هدف وسیله رو توجیه میکند. معتقد بود که این راه رشد اسلام، رشد شیعه و اون راهی که مرضی خدای تبارک و تعالی است همین راهه و با همه وجود حضور داشت و آماده بود برای شهادت. واقعا آماده بود برای شهادت. خوشا به حال او و طوبی له، طوبی له. ایران ایران شهادت، ایران ایران سلامت، ایران ایران شهامت، ایران ایران حسینی، ایران ایران شهامت. گفتم دریا یک صحنی از حریمته، گفتم چون کو دیدم جزو خاک عظیمته، گفتم طوفان دیدم طوفان محو نسیمته، گفتم بارون لنگ دست کریمته، کوه و دریا و باد و بارون سرباز توان هزار هزارون. ای ایران تو ملک خدایی، جاری شدی از مشهد تا کارون. ایران ایران